السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شام هر یک قدم ما و شما بخیر باشه. الله نیابان ما و شما بساشت هم بالاها و آفتها. سوالی که بسیاری وقتها میشنویم و مراجعت و کمبدی جامعه هست، الله سبحانه وتعالی همه ما و شما رو نیابان باشه در غریبی و مسافر و مهاجری. کسانی که گرینسه میخوایید گذاشتن مرحمت بر قمار و اکرامتان مراجعت کنین. برادرها در خدمت هستند و بسیاری برادرها اولشونه که سبحان الله برای هر یک عده ما و شما فرزندهای صالح و صالحه را نصیب بگردانه، همیشه با طاعت عبادت الله باشند. مثلا بعضی برادرها مثلا 2 سال شد که تاجیکستان نرفتن، مینورن که فرزندها رو نشدیستن. میگم حضر اولاد قطعی تایی که مصد که گودک دار نشدیستی چه مشکلی؟ میگه ها من اولم در تاجیکستان میخم دایجم مثلا چند سالش گودک دار نشدیم. میگم چند سالش تاجیکستان نرفتم؟ میگه 10 سال شد. چه خنده هم مثلا جای تعجیب شم. میگم حضرت آخی میبخشی و تو دایجه و جای گودک دار میشه تو اقل داری گفت میگو. میگه مقصد همون جا بدم نمیشی. خیلی حضر رفت یه هفته و یکی هفته یه هفته یکی هفته می هفته یکی هفته گفت که بالا اولای زهبا رو بگردی و قفا یا رفیقات بگردی یک جو میشه و مثلا که دبارش نباشی. دیگه مسئله که الحمدلله فرزند همش فرزند هستن، خوب دخته است خوب بچه. یعنی برای اونه که ما مطلب فرزند میخواهیم باید برای فرزند اولش که رزق روزی جانبی الله های برای تربیه اونها یک دیم که باید ما سیل داشته باشیم که فرزند کلانش آیندهش چی باید بشه، باید ما چی هنر رو داشته باشیم و چی نیت داشته باشیم برای فرزند. مثلا فرزند آینده بشه. مثلا هر انسان هر مراد و مقصد داره. بعضی مثلا که میخواد فرزندشون فوتبالیستی خوب شوه، بعضیش اکتور، بعضیش والیبالیست، بعضیش بسکتبالیست. خلاصی که هر انسان هر نیت مقصد داره. بعضیش میخواد که فرزندهاشون قاری قرآن و عالم با عمل و خدمتگار دین و اسلام باشن. هر انسان هر مراد مقصد داره. بعضیش میپرسه میگه که نماز میخونی؟ میگه نه. میگه قرآن خوانده میتونی؟ میگه نه. میگم پرستای سوال برادر عزیز مهربان که همین تا که ما پدرامون چی شدیم که حال فرزندان ما برای ما تو چی میشه؟ در حق پدر دوام میکنی نماز نمیخواد. چه حق پدر دوام میکنی؟ سبحان الله. فرزند انسان طلب میکنه باید مقصد مرامش داشته باشه. و چی خاطر فرزند میخواه، مطلبش مقصدش یافتن فرزند چیه؟ حالا که ما نیت مقصد مرام خود را نمیدونیم و نمیدونیم که فرزند برای چی ما را در کاره و اونو ریزاگی میکنیم که فرزند نداریم. بعضی فرزند دارن سبحان الله، فرزند دارن میپرتاین میرون. بعضی صدقه فرزند کنه، بعضی در آرزوی فرزند. لا اله الا الله. بعضی زنها را صدقه شوهر کنه، بعضی مردها را صدقه زن کنه. الله نیابانی هر یک قدیم و شما باشه. یعنی انسان شما تهجد بخیزه بخونه، دست به دعا کنه پروردگارا برای فرزنددار که تو اینکه قاری قرآن شو و عالم با عمل شو و خدمتگار دین اسلام باشه. الله انشاءالله که میسرش میگردانه، موفقش میگردانه. اگر که ما خواستن خالص به خاطر الله بخواهیم فرزنددار شدن. خب الله نیابان تا باشه. نیت مقصد باید داشته باشه. من 14 ساله بودم سبحان الله میخواستم که فرزنددار شم، نامش عمر مانو مثل حضرت عمر باشه. نه که تا 5 سالگیش ماشاءالله مثل حضرت عمر بود. ناترس بگیم چی بود ماشاءالله. 5 سالگیش رو سکم که دیگه خیرش دیگه سبحان الله آدم آرام سپاکانیش دیگه. الحمدلله باز هم یعنی انسان باید نیت مقصدش داشته باشه برای فرزند داشتن. از الله طلب کن. الله میگه ادعونی استجیب لکم. طلب دعا کنین میگه من اجابتش میکنم. انشاءالله که فرزند هدیه تحفه از جانب پروردگاره.
خدا میسر بگردانه. السلام علیکم.